شما خب علاوه من بگو بالش و دوشکه چیه؟ نمیدونم نمیدونم. این سوالیه که خیلی ها از ما میپرسن، هم برای افرادی که درد ندارن هم برای افرادی که درد دارن. خوبه. در مورد بالش میخوام صحبت بکنم. ما 3 وضعیت میخوابیم. تا باز میخوابیم، رو پهلوهامون میخوابیم یا روی شکممون میخوابیم. اصولا کسایی که روی شکمشون میخوابن بالش نمیزنن. کسایی که تا باز میخوابن لطفاً بالشی رو انتخاب بکنید که زمانی وزن سر شما اومد روی بالش هم سطح بدنتون باشه، یعنی سر شما این مدلی، یعنی سقف و زیاد نگاه نکنه یا پایین نباشه. پس این میشه وضعیت تا باز. وضعیت پهلوی من بالشی رو انتخاب بکنید که بیاد فاصله بین گوش و کتفای منو پر بکنه، که زمانی که یه نفر شما رو از پشت میبینه انگار که سر با راستای بدنتون توی جهت، یعنی این شکلی یا این شکلی وجود نداره. و اما در مورد تشکی خوبه که نه سفت باشه نه نرم باشه. اگر سفت باشه بدن شما خوش میشه، اگر نرم باشه که خب بدن شما قطعاً شکل به خودش میگیره، چون بدن تو حالتهای مختلف تو بالش تو تشک نرم میشینه و قطعاً صبح که از خواب بیدار میشی با یه حال بدی از خواب بیدار میشی. لطفاً اینا رو رعایت بکنید، شیر بکنید برای دوستانتون، میتونه خیلی بهشون کمک بکنه و جلوگیری بکنه از آسیبایی که قراره تو آینده بهشون